سلام. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از سایت زمیوس. توی این ویدیو میخوام در مورد یه قابلیت جدید توی اوراکل 23 AI صحبت کنم. قابلیتی که از زمانی که هوش مصنوعی وارد شد در واقع این توی اوراکل اومد، در خصوص وکتور دیتا تایپ یا یه جورایی میتونیم بهش بگیم جستجوی برداری. ما توی اوراکل همونطور که میدونیم اگه بخوام دایره رو جستجو کنیم یه سری دستورات و توابع میتونیم استفاده بکنیم، اما الان دنیا به یه سمتی رفته که دیگه الان دنبال محتوا نیستیم، یعنی دنبال متن نیستیم، یعنی نمیریم تو اوراکل بعد با توجه به دستورات لایک یا شرطایی که داریم بریم توی در واقع متن یا فیلد یه چیزی که یه پارامتر داشته باشه رو بریم بگردیم پیدا کنیم. الان توی هوش مصنوعی ما باید دنبال مفهوم بگردیم. هم کلا هوش مصنوعی بیسش و اون دیتایی که تو خودش نگه میداره و جستجو میکنه و با ما برمیگردونه بر اساس همین وکتور هستش و اوراکل اومده همین قابلیت رو توی دیتابیس خودش اضافه کرده و برای اینکه بخواد به هوش مصنوعی اوراکل رو عجین کنه و بتونیم با اوراکل به عنوان یک ابزار بتونه با هوش مصنوعی در ارتباط باشه، باید با ساختار دیتایی هوش مصنوعی که همون وکتور هستش در ارتباط باشه و اگه بخوایم داخلش هم سرچ انجام بدیم بهش میگن وکتور سرچ یا همون فارسیش میشه جستجوی برداری. توی این مقاله من در خصوص این موضوع صحبت کردم، ولی و این که الان بفهمیم وکتور چیه. وکتور از نظر لغوی و معنی میشه در واقع بردارهای عددی چند بعدی و هوش مصنوعی تو دل خودش وقتی میخواد شما یه سوالی ازش میپرسیم به پرامپت میفرستیم، جواب رو در واقع قبل از اینکه بخواد به شما نتیجه رو نشون بده دیتای شما رو، دیتای درخواستی رو به صورت وکتور یا به صورت صفحات خطی و صفحاتی که روی هم موازی هستش و دیتای شما رو اصولا تبدیل میکنه به یک دیتای شبیه بردار و صفحات روی هم و بر این اساس میاد و روی مفهوم سوال شما در واقع میاد میگرده. توی اوراکل به این قابلیت که داده ها رو میاد به صورت وکتور در واقع ذخیره میکنه اصطلاحاً بهش میگن امبدینگ. وکتور سرچ یا جستجو برداری یعنی به جای اینکه بیایم روی متن یا روی خود اون دیسکریپشن اون مقالمون بیایم جستجو انجام بدیم، از طریق وکتور بیایم رو مفاهیم جستجو انجام بدیم که بر اساس یه سری پارامتر و متریکایی میتونیم این کار رو انجام بدیم که توی وکتور یه سری پارامتر داریم، یکی به اسم L2 distance که به اسم کاسینگ دیستنس، میتونیم در واقع این دیتایی که و جستجویی که مد نظر داریم رو بهش دست بدیم. خب حالا این وکتور تو اوراکل 23 AI چی کار میکنه؟ کلا ما تو اوراکل یه نوع دیتا تایپ داریم به اسم وکتور، کاملا هم نیتیوه و نیاز به یک سری کست و کانورت هم نداره. نوع داده در واقع وکتور برای ذخیره همون امبدینگ ها یا همون دیتایی که به صورت بردارهای عددی یا صفحات موازی روی هم قرار میگیره در واقع تو خود دیتابیس ذخیره میشه. حتی میتونیم رو همون دیتا تایپ هم ایندکس تعریف کنیم، خیلی کاملا هم نیتیوه و به شدت هم کاربردیه تو خود اوراکل برای جستجو میون میلیون ها در واقع وکتور دیتا تایپ و یه سری توابع که در ادامه صحبت میکنم میتونیم ازش استفاده کنیم و به دیتای مد نظر بر اساس وکتور برسیم. و یه قابلیت خوبی که اوراکل وکتور رو خود اوراکل 23 قرار داده اینه که کاملا یک پارچه است با
خود SQL و PLSQL و نیاز به هیچ گونه ابزار جانبی و تولز و در واقع API خاصی نداره، کاملا نیتیو هستش. و دلیل اینکه وکتور رو گفتم بهتون آورده اینه که بتونه به صورت مستقیم با مدل های AI مثل همون جمینا یا چت جی پی تی و کلا با هر نوع ابزارهای هوش مصنوعی بتونه مستقیم در ارتباط باشه بدون هیچ ابزار واسطه‌ای باشه. و کلا اوراکل 23 رو بر همین اساس به طرز AI که با خود هوش مصنوعی عجین شده. در ادامه ما میایم توضیح میدم که مثال یه دونه جدول ساخته به اسم پروداکتس آیدی تایتل دیسکریپشن گذاشته، یه دونه فیلد گذاشته به اسم امبدینگ که دیتا تایپش رو به عنوان وکتور قرار داده که امبدینگ در واقع دیتا تایپ جدیدیه برای ما ولی تو 23 های هست به اسم وکتور. و اگر هم بخواید توش دیتا اینسرت کنید خیلی دستور ساده اینسرته، ولی خب اگه بخواید دیتا رو به صورت وکتوری توی دیتابیس ذخیره کنید حتما از تابع تو وکتور در واقع استفاده کنید که داده رو به صورت متنی یا جیسون میگیره و خودش به جای خودش به صورت یه ساختار امبدینگ تبدیل میکنه و توی این دیتا تایپ وکتور اینسرت میکنه. حتی میتونید ایندکس رو هم گفتم بهتون دوست بذارین و جستجو سریعتر توی این دیتا در واقع دیتا تایپ. اما یه سری پارامترها داره، 2 تا 3 تا پارامتر داره واسه ایندکس گذاشتن روی وکتور که سینتکسش هم create or replace vector index که وکتور ایندکس کلمه کلیدیش یه اسمی قرار داده و روی این جدول و روی این ستون با این پارامتر دیستنس متریک کاسینگ. اگر هم بخواین سلکت بزنین رو خود همین جدول پروداکت و بخواین توی ستونتون فیلد در واقع وکتور رو قرار بدین، اینم باید از تابع تو وکتور اونجا استفاده بکنین، هم توی اینسرت هم توی سلکتتون از تابع تو وکتور باید استفاده بکنین. کاربردهایی که وکتور سرچ میتونه تو اوراکل داشته باشه این نیست که مثلا تو همین الان خود شما تو خود دیتابیس دنبال یه متنی باشین، دنبال کانتنتی باشین، باید حتما از صورت شرطاتون توی لایک و یا سابستیار و سابستیره با یه سری داستانا، یعنی در نهایت اینپوت ورودیتون به صورت متنه. اما اینجا بر اساس وکتور بر اساس مفهوم در واقع قرار میده. چرا؟ چون خود وکتور میاد تمام داده ها رو به صورت همین داده های بردارهای عددی یا وکتور فیس ذخیره میکنه و تمام دیتا مثل متن، ویدیو، عکس همه رو بر همین اساس میاد کار رو انجام بده که این باعث میشه که جستجوش خیلی قابل فهم‌تر باشه. شما ممکن 2 تا دیتا رو بر اساس مفهومشون 2 تا ویدیو رو با هم بیاید مقایسه کنید بر اساس مفهوم این ویدیو، نه بر اساس خود اون تایمشون، بر اساس یه سری پارامترهای دیگه، بر اساس نتیجه فهم اون ویدیو شما میتونید 2 تا ویدیو رو با هم مقایسه کنید و میتونید 2 تا محصول رو که هیچ نظری از نظر ظاهری ندارن ولی از نظر کارکرد، از نظر خروجی، از نظر کلا فهمی که این 2 تا ابزار 2 تا محصول دارن میتونید با هم مقایسه کنید. کاربردی که داره توی اوراکل در خصوص جستجوی معناییه، جستجوی تصویر ویدیو که بهتون گفتم، میتونید یه سیستم FAQ در واقع داشته باشین که توی سیستم پرس و پاسخ با کاربر داشته باشین که اما پرس و پاسختون سوال و جوابی اون مفهومی که الان هست نباشه، یعنی بیاد بر اساس اون چیزی که کاربر میفهمه و متوجه شده بیاد سوال بعدیش رو بپرس و جوابش رو بده. و همچنین بر اساس توصیه‌گرهای محصول ریکامندیشن، یعنی بیاد چند تا محصول رو بر اساس یه سری پارامترهای جدا از دسته‌بندیش و نامش و رنگش و اینا با هم میاد جستجو میکنه و به شما نتیجه رو میده.
آینده‌ای که میتونه تو اوراکل داشته باشه، میگم خیلی فرق داره با اون چیزی که الان مد نظر داریم و یه قابلیتی که خود اوراکل 23 ارائه داره اینه که شما میتونید هوش مصنوعی رو مستقیم درگیر در واقع خود اوراکل بکنید بدون هیچگونه ابزاری. خب تو اینجا تو ادامه میخوام در خصوص توابع که میتونیم با دیتا تایپ وکتور استفاده کنی صحبت کنم. یه تابعش دیستنس فانکشنه که یه گفتم بهتون این پارامترهای اصطلاحا مقایسه ایشه که زمانی که میخواین ایندکس هم تعریف کنیم باید از یکی از این پارامترها استفاده بکنیم که میاد من توضیح کلی میدم. کاسین دیستنس، تو دیستنس و اینر اینستنس. این اینر کاملا مشخصه دیگه، برای ضرب داخلی دو تا دیتا تایپ وکتور. میتونی از طریق یه سری تابع تو وکتور هم که تو مثال هم داشتیم در واقع کست و کانورزیشنش رو ببینیم. یه تو وکتور داره که ورودی میتونه یک چند تا عدد باشه یا میتونه جیسون هم باشه. کست میتونه تبدیل کنه در واقع هر نوع مقداری رو به وکتور. وکتور دایمنشن در واقع میتونه تعداد ابعاد رو برمیگردونه، یعنی شما ممکنه اون دیتایی که در واقع تبدیل کنه به وکتور شامل چندین بردار میشه. از طریق تابع وکتور دی آی ام میتونید تعداد بردارش رو در واقع به دلیل بخواید خروجی بگیرین و ببینین چند تاست. و همچنین گفتم میتونید ایندکس هم داشته باشین. تو ایندکستون باید از یکی از این پارامترها و متریک‌ها استفاده بکنید. و یه سری تابع ها داره توی این وکتور خیلی جالبه. عملیات کراد رو وکتور اد، دو تا وکتور رو با هم میتونید جمع بکنید، وکتور ساب، وکتور اسکیل، وکتور نورمالایز، وکتور دیات پروداکت ضرب دکارتیه. دو تا وکتور رو میتونید با هم داشته باشیم. یه سری فانکشن هایی که چک میکنه، مثلا ایز وکتور چک میکنه آقا این دیتایی که شما دارین نوع وکتور هست یا نه، یا وکتور بهش میدی جیسون برمیگردونه، یا جیسون بهش میدی وکتور برمیگردونه، یا میداد در واقع میاد هش رو بر اساس وکتور میسازه و به شما میده. نکاتی که حالا اصولا کسایی که میخوان به عنوان مدیر دیتا و کلا کسایی که با اوراکل دارن کار میکنن اگه بخوان بیان با وکتور دیتا تایپ کار کنن این سری پارامترها رو باید استفاده کنن. اینه که حتما باید بدونن از چه پارامتری برای وکتور استفاده کردن. نوع متریکی که استفاده میکنه خیلی مهمه، مثلا توی کوئریتون بعضی مواقع بخواید دیتایی رو بر اساس وکتور درج کنید لازمه که روی اون دیتا تایپ وکتور یه دونه ایندکس بذارید که سرعتتون بره بالاتر. همچنین چون یه قابلیت جدیدیه توی اوراکل پیشنهاد میدم تو محیط عملیاتی یا جدی استفاده نکنید. بیاین رو محیط تستی، محیط بنچمارک، محیطی که فعلا خیلی دیتاش مهم نیست، فعلا تست بکنید اوکی بود بعد بیاین سمت محیط عملیاتی. کلا یه چیز خیلی جدیدیه وکتور توی اوراکل 23 آی اومده، پیشنهاد میکنم حتما استفاده بکنید. من توی دیتابیس اوراکل 23 آی که نصب کردم حتما این مدل رو مثال میزنم که ببینید به چه صورته، ولی حتما پیشنهاد میکنم اینو رو محیط عملیاتی تست نکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. هر جور سوال داشتین تو خود سایت میتونید بپرسین، تو تلگرام من هستم میتونید بپرسین و تا جایی که بتونم راهنماییتون میکنم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.